ҳар як одам новобаста аз тахассусаш, шумо физик ҳастед, химик ҳастед, сиёсатмадор ҳастед, тоҷир ҳастед, олими ҳадис ҳастед, олими фиқҳ ҳастед, олими ақида ҳастед, кадом тиб ҳастед, табиб ҳастед, ҳар як одам рӯзи қиёмат аз ғайри тахассусаш пурсида мешавад. гуфта мешавад ки юқолу ма илмука биҳаза арраҷули, нисбати ин мард чӣ илм дорӣ? ин мардро мешиносӣ? ина илми мардшиносӣ, таърих, илми насабшиносӣ, ҳам дин. ма илмука биҳаза арраҷули, чӣ илм дорӣ нисбати ин мардак? فاما المؤمن او قال المؤمن لا ادري بأيهما قالت اسماء. ببینید محدثا چه خیلی احتیاط میکردن. اما مؤمن باشد یا اینکه موقن باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله نمیدونم که مؤمن استفاده کردم، موقن رو استفاده بردم می که من از زبان اسماء همین شک و شبهه که فهمیدم. نمیدونم که اسماء کدومش گفت. موقنم آدمی که عمیق میداند، یقین دارد. مؤمنم آدمی که ایمان دارد، باوری دارد. هر دوش یک معنا است، لیکن نمیدونم که پیامبر صلی الله علیه و آله کدومش استفاده بردم. فاما المؤمن، پیامبر صلی الله علیه و آله این سوال به همه داده میشد، این مرده که دربارش چی میدونی؟ گفته میشد آدم مؤمن میشد که فیقول هو محمدون، این مردک نامش محمد است، هو رسول الله، وی فرستاده الله است. جاءنا بالبينات والهدى، به نزد ما آمد با دلیل های بینات روشن و هدا، عمل صالح، علم نافع، عمل صالح با چیزی روشن، با نور، با هدایت به نزد ما آمد. فعجبنا و تبعنا، ما او را اجابت کردیم، خوب گفتیم، و تبعنا، پیروی کردیم. هو محمد، هو محمد، هو محمد ثلاثا، او محمد است، او محمد است، او محمد است. شخص مؤمن جواب میداد. فیقال نم صالحا، پس برای گفته میشد که خوب کن در قبرت. قد علمنا ان كنت لموقنا بها، ما میدونستیم که تو هم خیلی جواب میگردانی و جوابات یعنی جوابای عمیق بود، یقین داشتی، تو باوری عمیق داشتی. و اما المنافق و المرتاب، اما منافق باشد یا آدمی مرتاب، ریبدار، شکدار باشد، لا ادری ای ذلک قالت اسماء، نمیدونم که اسماء کلمه مرتاب را استفاده کرد یا منافق را استفاده کرد. فیقول لا ادری، یعنی منافق، این شکی راوی هست. در دیگر نسخه ها منافق اومده است. پیامبر صلی الله علیه و آله که اما منافق باشد فیقول لا ادری، نمیدونم میگفت. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، آدم های شنیدم یک چی میگفتم، منم گفته بودم. در بعضی روایات ها میگفت، ها میگفت. معنای ها همین که مردم تاجیکی میگن که ها نامش در نوگی زبانم میگوید کو ها میگوید. یا آدمی شناس همکورستان یا همسینفتان گاهی میبینید نامش فراموش میکنید. میگوید نامش چی بود ده میگوید. میگوید آدم منافق، این مرده که نامش چی بود من میدونستم، میگوید به زبانش نمیبیاد. این مختصر درباره آن سوال و جوابی که در قبر گفته میشد که پروردگارت کیست، دینت چیست، پیغمبرت کیست، سوال داده میشد. و این سه اصل بزرگ است. باید بنده پروردگارش را و دینش و دین مقدس اسلام و پیغمبرش حضرت محمد علیه السلام را خوب شناسد.